مانند صبا خیز و وزیدن دگر آموز، دامان گل و لاله کشیدن دگر آموز، اندر دلکی غنچه خزیدن دگر آموز، اندر دلکی غنچه خزیدن دگر آموز. مانند صبا خیز و وزیدن دگر آموز، دامان گل و لاله کشیدن دگر آموز، اندر دلکی غنچه خزیدن دگر آموز، اندر دلکی غنچه خزیدن دگر آموز. الله متعال میپرسد، بشریت را مخاطب قرار میدهد، انسانیت را بیدار میسازد و میگوید که و من احسن قولا، سخن کسی از او انسان کجا زیباتر خواهد بود که به سوی خدا دعوت میکند و عمل صالحا و خودش هم عامل هست. دو نقطه خیلی به هم چسبیده است. اگر کسی پیام را برساند و خودش عمل نکند، وعید خیلی خطرناکی وجود دارد. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ای مؤمنان، چرا پیام درست را به مردم توضیح میکنید خودش عمل نمیکنید؟ بنان کسی که دعوت به دیگران میرسند و خودش به خود فرموده خودش عمل نمیکنه خیلی گناه سنگینی دارد. اینجا نکته سومیم علاوه شده و قال اننی من المسلمین، افتخارانه گفت که من مسلمانم. سومین نکته دعوت به سوی خدا، عمل به پیام الهی، افتخار به پیام. یقینا پیام اصلاح یک دگرگونی قوی در اقشار باسواد ما آورده. اگر پوهنتون است، اگر لیسه است، اگر مدرسه است، اگر متعلم است، محصل است، استاد، هر کی می باشد، به خاطر که خیلی کوتاه و خیلی مؤثر می باشه. الله متعال در قرآن کریم از جوانان زمانی که یاد میکنن محور تغییر را مشخص میسازه که اینها تغییر دهنده هستند. وجود جوان در هر ملت تغییر دهنده است. در سوره کهف زمانی که از اصحاب کهف صحبت میشن، اگر شما در دوره های تفسیر غالبا شرکت کردن، چهرهای اکثریت قاطع شما را به ذهن ما نشسته که بودن، میفرماید که انهم فتیه آمنوا بربهم وزدناهم هدی. اینها جماعت از جوانایی بودن که ایمان راستین به خالق خود داشتن و ما در ایمانداریشان افزودیم، راهنماییشان را قوی تر ساختیم، پیامشان را واضح تر ساختیم. ما در سلسله پیام اصلاح که میخوانیم و تعقیب میکنیم، همین پیام را جوان عزیز ما دنبال میکنن که ملت ما خدا پرست باشه، از نفس پرستی، از پول پرستی، از مسائلی که واقعا انسان را پست میسازه اینها را بلند نگاه بکنه. عناوینی که ذکر شده واقعا قابل عزیز که هر کدامش رساله بزرگ ماستری و دکترا نوشته شود، ولی شما تانستین که بحر بزرگی را در کوزه جا بدین و لقمه کاملا درسته به یک نفر داده شد که بفرمای دین ما چنین پیام دارد. و یک نقطه را فراموش نکنین، جوان عزیزی ما که تشریف دارن و دوستایی که بالفعل نتانستن بیاین و به این مجلس شریک شوند به آزاری که دارن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که خیر العمل ادومها و این قل، بهترین و زیباترین کار اوست که دوامدار باشه ولو خیلی کوچک باشه. نقطه دیگری که برای ما روحیه میدهد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. از کارهای زیبا ایمانی هیچ چیزی را کم نبین، ولو با برادرت تنها و تنها همی قدر میتونی که با بیشانی باز متبسم خندان روبرو میشی، همی قدر کفایت میکنه. دیگه هیچ همکاریش نمیتونی بکنی، همی قدر میتونی که با برادر مسلمانت روبرو میشوی به یک بیشانی باز خندان روبرو میشی، همی کفایت میکنه. چه مانده که چنین پیام را ما در جیب در بکسه با دست داشته باشیم. هر کسی که احساس میکنه که باسواد است، مرد باشه یا زن، بفرمای توفه هدیه است، این بخوانیم وقتی که فارغ شدین. این مرحله است که انسان واقعا میتونه که خیلی کار بکنه. طفولیت مرحله
است که انسان نمیتونه حواس خود را کنترل کنه، حتی حرکات گستاخانه در قبال والدین میشه بگذار دیگران را. وقتی که انسان روی سفید و پیچ سفید شد، زن یاد مرحله رسید که محتاج دیگران شد، باز از اون چیزی جور نمیشه. جوانی مرحله است از طفولیت که خلاص میشی تا که محتاج دیگران نمیشی جوان هستی. عمرش را کمی که طولانی تر بسازیم که بزرگای من خسته نشون که ما روی سفید گفتیستن. این مرحله کار است. دی وقت انسان باید بیکار ننشینه. امی هر لحظه ما سر ما حساب میشه. عمر ما مجموعاً، جوانی ما دقیقاً حساب میشه. عاید ما، مصرف ما و عمل ما سر علم ما، این کلش حساب میشه و جوابدهی داره برش. مجدهی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به این مرحله جوانان میده چی میفرماید؟ 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. 7 گروه از انسان هستند که الله متعال در سخت‌ترین روزهای قیامت در میدان حشر زیر سایه عرشش استادشان میکنند. روزی که هیچ سایه دیگری وجود ندارد. اولین کس امام عادل، پادشاهی که به عدالت امر میکند. دومش و شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که در عبادت خدا بزرگ میشه. ما بعضی مسائل را ضرورت اداری میدانیم. وجود جمعیت اصلاح، نام جمعیت اصلاح برادر عزیز، این بتی نیست که ما این را پرستش میکنیم، بلکه وسیله کار است. هدف ما رساندن دین خداوند است. اگر روزی به کلمانی چرخید که این اسم مقدس است، امروز کار غلط کردیم، درست نیست. ما پیام الهی را به این چوکات میرسانیم. اگر نامی نداشته باشی 100 تاپا میخوریم، کسی ما اینجا برای نشستن اجازه نخواهد داد. زیرا که انسان مجهول از کجا بحث میکنی، چی میخوای بگویی؟ حتما یک نامی خواهد باشه. بنان 8 سال و 7 سال میشه که به این سیستم کار میکنه. مردم فهمیدن که جمعیت اصلاح پیام دینی برای همه ملت داره، بنان تشویششون رفع شده. به می خاطر از این وسیله استفاده میکنیم. یعنی خداوند متعال وقتی میفهمین بالوسیله یک حکمت شما مردم را بر راه دین، برای خدا دعوت کنین، ما و شما هم باید حداقل مشخص‌تر در ارتباط با می سلسله پیام اصلاح هم باید یک حکمت را باید در نظر بگیریم. در مجموع وقتی حکمت میگیم ابعاد بسیار گسترده پیدا میکنه. یعنی در کل اگر بخوایم به یک جمله خلاصه کنیم، پیام خود را باید به کسی برسانیم که یقین داشته باشیم که مطالعه میکنه و از توزیع پیام باید ترسی نداشته باشیم، از توزیع پیام باید تشویشی نداشته باشیم و در کل هر برادر به امید از روزی که هر برادرایی که در این جمع حضور دارن، هر برادر بگن که خب ما در این شما را میخوایم 100 برادر پیام برسانم، به 200 برادر. در کل یعنی متقاضیان این پیام سلسله پیام اصلاح به مراتب بیشتر باشه تا هرچی بیشتر بهتر ما بتونیم پیام خود را توزیع کنیم. شماره بالا دیجا تنها حلقه است و بعدا آیا فرم توزیع پیام اصلاح را با خود دارید و به شکل منظم آن را تعقیب میکنید؟ قبلا یک فرم به تمام برادران داده شد. امو فرم را اگر قبلا کسی پیش از این مجلس به دست آورده میگن که بله و یا نخیر. البته شما پیام های 8 گانه را چگونه ارزیابی میکنید؟ از لحاظ دیزاین آیا خوب است؟ بد است؟ اگر شما کدام پیشنهاد دیگه دارین که طور دیگه شود، اینجا در دو خط جای داده شده، میتونه در اونجا شما نوشته بکنید. عنوانش یعنی امو خود تایتل بروشر او را شما میگن که آیا خوب است یا بد است. ما چشم عقاب و دل شهباز نداریم، چون مرغ سرا لذت پرواز نداریم. ای مرغ سرا خیز و پریدن دگر آموز، اندر دلک غنچه خزیدن دگر آموز. مانند صبا خیز و وزیدن دگر آموز، دامان گل و لاله کشیدن دگر آموز. اندر دلک غنچه خزیدن دگر آموز، اندر دلک غنچه خزیدن دگر آموز. نالیدی و تقدیر همان است که بوده است، آن حلقه زنجیر